به نام خدا. هر گونه تشابه این داستان تخیلی با حوادث واقعی و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به شدت تکثیر می‌شود و کاملا تصادفی است. لطفاً مزاحم نشوید. Look, here's the final touch. The brain you stole, Fritz. Think of it. The brain of a dead man. می‌بینی؟ آره از اینجا تو اینجاش پلاتینه. آتالو فرار کردن. تو می‌بینی داره فرار می‌کنه. فرار نیست مادره، اون تو این قضیه دزدیه. روشن کن دنبالم بیا. آی بچه‌ها این یارو فیلمنامه نویس نامرده، همونی که قرار بود برای ما نقشه دیالوگدار بنویسه. نامردم این دفعه پوست تو رو بند نکردم. نامرد ببینم داره میاد. خود سوار تا آقا دارم شو بگی برو. خودم جبت میده میکنم بالاخره یه روزی. فیلمنامه نویسه در فیت بی غیرت بی آبرو. چرا میگی فیلمنامه نویس؟ بگو فیلمنامه نویس، همشون مزدورن. قصه دوز. بله همه فیلمنامه نویسا بی غیرتنو. قصه دوزدن و کپی کارنو. بالاخره یه روزی تو ماش داریم. به کلیه قلم به دستان محترم یادآوری می شود که هیچیم قصه لو میره. اصلا همینه که هست. چه کار میخوام بکنیم؟ بشین ببینم قلمی ریز ریز میبینمه. حالا اینو چیکارش کنیم؟ حسابی نابوده چقدر پولی شده
آقا شما به بزرگواری خودتون ببخشید. خیلی دیر رسیدیم خدمتتون برای عرض تسلیت. هرچی خاک هوشونه بقای عمر شما باشه و خانواده ایشالله. فوش داد؟ فوش چیه؟ گفت بقای عمرتون باشه. خدا به شما صبر ایوب بده آقا. واقعا غم جانسوز و لیلا افتریه. از وقتی که جعفر آقا این موضوع رو گفت هممون فقط و فقط ناراحت تنهایی و بیکسی شما از علف و اونجایی که برام آوردید ممنونم. زندون به دلیل اعضای عمومی تا 40 روز تعطیله. خیانتکارا که زندون بده. صفر مار پس نکرد دارش گریه کردیم. یعنی توپ تو روی من. اگه از این به بعد این نقش‌های خار و خفت کننده رو بازی کنم حتی اگه 5 صفحه دیالوگ داشته باشه. سلانی همچه حرفی بود تو زدی؟ ما به خاطر تنهایی شما اومدیم این کارا رو بکنیم. شهلا اولا جد آبادته. دوما من بودم میگفتم بله بله. خب یه بله گفتیم. ببین نوچه های ناصر خان علی آقا به چه روزگار پیشی افتادن. بچه از سر و بعضش معلوم بود از اون سوراخیه در رفته ها. یه جای در رفته دیگه. دربست 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 دربست. الو ببین چیزه به جان خودت این خواهر نامرد تو اون داماد قالتاق دوستمون همین امروز صبح این قضیه اینترنتی تو به من گفتن. آره که آخه گوش کن آدم با ماشین دربست از کشور فرار میکنه. من چرا هرچی زنگ میزنم گوشی بر نمیداریم؟ دربست دربست دارم میام خونه. ببین بابا اومدنت اینجا اصلا فایده ای نداره. اصلا دختره که اینجا نیست. من بهت افتخار میکنم استالله که یه دوز چیز شدی، یه دوز سیاسی با کلاس مشهور شدی. آره بابا برو خودتو معرفی کن پسر شجاعم. برو زندان یه دوز سابقه دار خوب بشو بیا بیرون راه باباتو با افتخار ادامه بده. من اول باید بیام اونجا اسلحه و کیفمو بردارم تکلیفمو با بعضیا معلوم کنم. دربست کی خبردار شدی بابا؟ از چی؟ ببین استالله شرافتا من هر کاری که لازم بود و برات انجام دادم. باور کن جدی دارم ببین رفتم جلوی عزیزشون لوشون دادم که اینا میخوام برن دزدی ولی نشد. اومدم رفتم ماشینشون رو در و داغون کردم که نتونم برن دزدی. ولی میدونی چیکار کردن؟ من پیرمرد و دوتایی برداشتن آوردن اینجا تو سلول خودم تو زندون خودم منو زندونی کردم. باورت میشه استالی؟ بچه های این دور زمونن دیگه اینا اصلا حرف بزرگتراشون به جون نمیخرن. احترام قائل نیستم به حرف بزرگتراشون. ببین استالی آقا گفتی دربست یا درباز؟ یه درصد خیلی خوب و چرب و چلی از ارث و میراثم برات کنار بزنم. آره من دارم میام اونجا اول تکلیفمو با شما مشخص کنم. خداحافظ. بهتریه. الو استالا مسکول گوش منت میکنی. خب پدر سخته مگه اجازه یه دختر دست منه که بیام برم بهش بگم بیا برو با پسر من ازدواج کن؟ مگه دست منه؟ شما همه تون دارید دق بیدید دق همه تون. خیلی خوب منو چمونه که تو میگی هر چند درصد بگیم برشون خانم 90 به دخ یاده چه؟ خیلی خوش آمدین عزیزانم زن قاچرداجیام. ها؟
نه منظورم نیست. زنگ زدم آژانس بیاد شما رو فراری بدم. پریسا و آقا کوچیک رفتن دنبال شرطی که آقا بزرگ برای ازدواج گذاشته. نه اصلا شما الان ندونی بهتره به نفع خودت. بفرمان چای شیرینی هم هست دیگه. ببینین خانم، ما مشورتامونو کردیم. 95 ما 5 شما، یعنی هرچی فکر کردیم دیدیم 5% برسه به دختر شما بیشتر نمیشه که بشه. عزیز خانم عزیز ما یا ولی هر دقیقا فکر کردم ده باید دهان بچه موازنم و خودم نمیتونم اصلا درست نمیگم. چقدر راسته ها هست که بهم نگم. خب اونا هم عزیز جون برای تامین امنیت خودتون و خانواده‌تون از دست داداش شرم دیگه. خوب اصلا من بیانم شما بگم که میخوام با پسر برم دزدی. عزیز یه چیزی میخوام بگم. خب اگه حرفی پیش اومد اصلا هیچی ولش کن. از این عزیز خانم شما نمیدونه که جناب علی قراره با آقا مهرداد با هم دیگه اگه داداشش بفهمه هم پوست کله منو میکنه هم پوست کله پسرمو. چی رو بفهمه؟ ببینم اینا که راستی نرفتن دزدی رفتن. به من چی مربوطه؟ شما خودت نپرسیدین که آقا بزرگتره پوش من چه گفت؟ مشکازم وای به حالت اگه اینا رفته باشن دزدی اسپریان رو راستی فرار نکرده باشه. میدم سر تخته بشورنه اگه مهداد قبل از این که عروسی کنه بیفته زندون. به من چی؟ من میخواستیم بپرسیم، من اونجا وایساده بودم دیگه، ندانستم بهتر از پرسیدنش. عزیز خانم الفرار پاشو برگشت پریسا خانم خونه تعریف. عزیز خانم قشنگ افتاد تو دستمون بود. عزیز خانم شما خودت بی زحمت باشو عروس گلم دوکی کجایی؟ اینو پنچرش کرده مهداد منوچ آقا بسم الله. عزیز خانم من از طرف همه اینا معذرت میگم اگه الان نریم تا برگشتن پریسا خانم اینا گروگان نگه میدارن ها. منوچ چونه برای آقامو زندانیش کردن. سر تخته نکنه آقام تو این سولاخه گیر کنه. برو کلید بارو بیا. دست کلید اینجا دست من نیست. همین الان شو دیدیش افتاد اونجا. برو رشته بیا اونجا. آره آقا جون به دست را کن. منوچ تو از این نبود تو سولاخ. من از من میرم بالای سولاخ. از هر طرف اومد گیرش میدادیم. بیا برو تو من برم؟ من با این سر پوزم برم. منوچ برو دیگه. برو دیگه منوچ. بس چه اساسی من پرپر بشی؟ آقا جان عزیزمی خدا بگم چیکار میکنه آخه اینجا بابا تهرونش وقت نیستش. تو هر سراخی شدم موش مثل اشانتیون ریخته. آقا جان دوباره آزادی. آره ببخشید وقت گذشته بفرمایید. ببین آمش کاسم. بله به خدا اگر از داداشش نمیترسیدم همه تو رو میدادم دستم. از قضا پریسا خانم رفته آکوچک مهداد بده به دستای پلیس. بله الو از شهر ارغن آژانس برای چه ندارم بیرون نمونه کلاسون هستم var hamlesine geçenlere mecburuz Türkiye'de facinciler. Yaşamayımızı yokuşlar çekip ha mecburuz. Kulak hasta cöne değilim de yaxşı da soruşma sonra eve geldim diyerek. Xudahafiz.
خوش اومدین دیگه. تشکر. ببینم کاظم یه زحمت دیگه دارم. اگر پریسا رو دیدی بگو دنبال من نگرده، چون دیگه نمیخوام اصلا هیچی بدونم. شما ببین چشمم شهر آرخین رول بیزاد اولماس پریسا خانم خودش اینقدر دوز قشنگی دوز نیست. چی گفت دوزه؟ نه خارش داره. دوست نه چیزه. آقا برو شما برای شما حسابی هستن آخه بنزین مصرف میشه خودش هیچ چی نیست. خوب میشین. منوچ منوچ میگم چی شد خبرت؟ میگم هیچ لیلاس به فراری شخص آقا دوست اینجوری نکرده هی به روز گیر کرده حتی این داره با ما قایم موشک‌بازی در میاره ببین کجا رفته احمد پرپر دستان بگیر بده من دستتو بده من گواش. الو جناق شما غلط کردین گمش کردین باید پیداش کنید متوجه چی دارم بهت میگم پیداش میکنید پیداش کردین اجازه ندیم برید دوستی نذارید بره نه بذارید برن دوستی کنن این سب کن ببینم نذارید نمیخواد برن دوستی جلوشون بگیرین جلوشون بابا خب دارم فکر میکنم ببینم بذارید یا نذارید اصلا بذارید برن دوستی کنن اگرم به شما گفتم که بذارید یعنی نذارید اصلا به حرف من نامرد گوش ندین بذاریم برن دوستی کنن خب من چه میدونم دختران یه چند وقتی که جواب تلفن هیچ کی رو نمیده نه خیلی اینو باید از شما پرسید خب من چه میتونم کدام گوری رفتن همونجایی که از تاکسی پیاده شدن باید همون دور اطراف باشن دیگه الو گوشی رو روی عقاب قطع میکنی این مردی که الان چند تا SMS عقابی آبدار بهتون میدم که عزیزمی این دوتا طولتون من لیلا صفته رو تو زندون خودم زندونی کردن و فرار کردن این براشون گرون تموم میشه خوبه بتکن بالاخره نماردیم و دیدیم که این داماد سرخونه مفخورمون یه بارم که شده تو عمرش از زندون فرار کرده بتکن آخه نگران جون شما بودم راست میگه